دیگه. بیچ استادی هم سیبل پیش استادی راهنمایی. شيخ بالا وبيت الجو يطلع الله حلو الخشاش داخل بریم سمت سرایی بریم خشایار جالب بچه هاش اینا دوربین دستمون بگیرن خوبه نه بریم بعد خشایار بریم تو شلنگ آباد یا عالم عرب بریم مگه عاشق ندید شاید دیدی عاشق همه شدیدین ما سیاوش شده بزرگ ایرانی یا ما مجنونیم و خون خرابی عالمی داره یا عشق مونده و دست از سر ما بر نمیداره خداییش فرقی هم انگار نداره رمضان یا اگه داره همین فلکی رو مستقیم بریم خیابون اول یا خیابون دوم بریم سمت خونه اون اونجا بود الان نمیم بچه کم فارسی اینجا بودیم اینجا میرفت آدم خشایار این حالا بعد من یک بریم اولی نه دومی میکنم همین خیابون؟ بریم داخل؟ خونه یکمون زنگ بزنیم آره یه ترکش ها هستش هنوز من یه عکس دارم یه خونه اینجا ترکش داده بود اینجا موقع که بمباران میکردن رفتن همش همون زمان اینا قدیمیه اینا قدیمیه مثل این همون قدیمیه اینا جدیده خونه ما اینا یه فیلم بگیریم ازشون بخرشون برای خرگوش بغل سر بدن نفنان آره من یه خورده عقب‌تر بود فکر کنم خونتون من سایبازی میرفتم اینجا من حجی نگیر حجیه حجی که نگیریم ناراحت نشد این سمت راست رو نردار نگاه نه بابا این خجالت میکشیم فرار کردی؟ دارید که میخواییم مزاحم مردم بشیم یا شاید دیدی و یا ما مجنونیم و خون خرابی عالمی داره یا عشقت مونده و دست از سر ما بر نمیداره داریش نفسون موهای برام خداییش فرقی هم دعوا رفتولش کردی بریم اگر بچه ها از اونجا باشه اینجا شلوغ کلوغ ترین منطقه آواز شلوغ کلوغ هر چه آدم میخوام اینجا هست ها از این بازارش مداری کنم بمونم منتظر تا قصه تیکه دیدی؟ کدوم؟ تیکه قشنگی تیکه قشنگی کلاس هندونه میره
اینجا بازنشسته سرگرمون هم یک اولی اینجا یک کوپه نمیدونم سرعت ضبط کم کنیم سرعت بهتر میفتیم این برای توضیحات موسیقی متنه فقط صدامون رو جمعه نشد بازار شلشه بازار شلشه هم فراموش کردیم اسمش بازار کیان همش رو پیاده رو دارم میفروشن همش رو خیابونه خیابون هم پیاده رو هم رد کردن تو اینجا خبر از پلیس نیست نه بابا اینجا پلیس نمیاد نه بابا باید همه رو با جمع کنن میزننش پلیس میزنن اینجا ایالتیه ایالات متحده کیان کیان اونم بازار میوه که خیلی شلوغه داره اینجا بیابون بود یه زمانی آخرش بود دیگه بازارچه میوه است اینقدر شلوغه یکم نسبت به بازارچه های اهواز لرزونتره که همین اکثر میگن چیز از اینجا خرید سرجا ارب ها؟ گوسفنده رو فراموش کردیم بگیم اینا برای فروشن ببین چی میفروشن وسط مردم فکر کنم یکی از اینا شهید شد موقع که اومدن فلافل پیروز اینا اینجا فقط زمان جنگ که فیلم برداری میکردن پیروز الان راحت جلو من تو وایساده دیگه وایساده تو جاده رو گرفت دنبال مسافر میگرده این از راننده های جان سپاس عبدالله نعلي عليك ها كم فيلم من عندك نروح لامريكا فيلم هذا يروح لامريكا اینجوری کن فیروز یا پیروز راننده آژانس فارس هیچ نزنه یه بار اومده عبدالله پشتی پول برگردیم زنه شو بچه‌ش نه نکنه تو باشم بابا برو موندیم اینجا دیگه دیدش داشتیه ازش فیلم بیدیم حدیده بخره میوه قشنگی ولی گسلت ایوه دارم این امریکا فیلم چی میگه؟ ده تبلیغ میکنن؟ بیا بولک میگه انگور ارزون داریم اینایی که زمان گرون میخوردن بیان حالا زمان ارزونیه بیا بخورن بلاش تبلیغ میکنن صورت تشییع میکنن اینم سیده مدت خانوماش این هم شلنگاباد اینجا غلطاب تا دلت میخواد یه چهارهایی دارن بهش میگن چهارهای مرگ تا حالا اونجا نزدیک 10 تا 15 تا کشته شده به چهارهای 14 من؟ مرگ محل سكونة الزائرة زائر عبود عشيرة تو که خوابی تو که بیدار تو که مستی
نوار دیگه نداری؟ آره منصور بود میگفت اسمش فراموش کردم. بمیری جوهر باشه بودن منصور هرکی فیلم ببینه فکر کنم رفتن عربستان فیلم گرفتن. ظاهر حیثیت اگه برعکس برونی بهتره، پشت به آفتاب. بریم حالا اینجا نگیر از اون من شهرهندر گل شلنگامان مثلا بختار در بعد فينا زايره وزايره زايره وزايره حجيه وحجي ملا ما فهمت هنا فهمت اگر افتازی ما فهمت عليك نه زاير ده شاخ خساري يبو عربستان ولكن زاير در حال دو چرخه کارگر شهرداری چیکار هست این یارو زايره قتينا كم طور يرسل مرد دارم این کوله درجه آخرشه؟ یه خورده بیارش پایین تر زدم وای نشسته رو گاری ها؟ رو گاری نشسته فلافل فلافل عراقي انا هني كولر ماشینش خراب شده تو خیابون ظروف عبارة عن مصرف ناس ونشيطة كاسته این ورزشونه ورزش؟ ورزششونه حیف که بوش نمیافته نه تو فیلم این زایر بخواد ماشین بگیره نه هو حالا بزرگاش بیسته سعدك زاير شلون احوالك؟ ان شاء الله زين؟ شلون صحتك؟ ما راضي من هذا الوقت؟ راضي من هذا الوقت؟ لا والله ما هو زين. ليش؟ من تمام الخشوادين. والله والله لا شغله ولا عمل ولا شيء لا شيء. لا فارينا شيء. هسه انت شو تسوي؟ شو تسوي انت؟ اكو واحد صديق هو يساعدني
یه سه رفیق واحد ما دارم لقيته. مكشفون رفته والله كيف بداش والسوداء ما قلنا انا نود على هذه على مقدمة ما شي بقدر حجي كار نداري ما عندك شغل وين ممنونه في امان الله اهلا وسهلا این سمبل احوال البته پیدا نکرده دو برگرده در برگرده هیچی ندارم نه کاری نه چیزی بیکار اینجا ماشین تصرفی تامین رو اسم خیابون چیه؟ بین خشایار هنوز اسم نداره بین خشایار و شلنگاباد ظاهرا ناراحت نمیشن چه فیلم بگیریم خالشون از صدا و سیما اینا ظاهرا نشستن مدریگو دراز دیگه که دراز کشیده پاشم باز کردم از این بگیر چار چطور خوابیده؟ من میشه خونه ماشین نازم من عمشه کجا داره میره؟ در رنگ تفکر میگن یه زایده سر کار بودن نگهبانی داشت بعد بچه‌شم آورده کوچیک این گرز هم دستش داده بعد این صاحب کار میاد میبینه مهندسی میگه چیه زایر بچه تو آوردی گفت امروز طرح کادشه آورده نگهبانی تفکر حالا میریم کجا؟ میگن 10 تا عرب ایستاده بودن این نفر اومد ازشون سوال کرد کار چیه ناتو؟ کار چیه؟ میگه کار چیه؟ جا گفتی ناتو بشده خیلی زمان زیادش کم کردی یا خانهش کردی؟ کردم بازهای مصاحبه کردیم مسابقه باید بریم خبرنگار بشیم مترجم آقای راننده زنه چیکار میکنه اینجا؟ هندونه میفروشه والا پوستن چند داره كيلو بيش حجية؟ تقرجي اعطيك كيلو بيش؟ رجيها بالفين ودلفين؟ هذه اختراعية حلوة دول يسوون کار جدید جلد دیگه شده نشه برای گرم میگه من معال میکنم دنبالم گفت چه برام کنید دنبالم برای شب به شهر ترمینال مسافربری میرن سمت سوسنگرد و بوستان و حویزی این مال این نبود چه اومدیم ها؟ حالا جدیدن زدن قبل از تو خیابون خواهد بود ادلو بشه سوسنگر حمیدی سوسنگرد حمید حاج حمید اموری این برم سراغ فرمشهر سنگ سلام خانم شمیده سمت داشت آزادگان اون بوسی رفت آمده بیشتر ظاهرا اینجاست چون اینجا دیگه منطقه شدن سوسنگرد و بوستان و حویزی و حمیدی مگه اینجا نمیره اونو میان؟ نه ارومیه اون یکیه بالاتره بالاتره هم نرسیم به سراغ یعنی اینجا سراغ فرمشهر سلام خانم شهر میره این سراغ فرمشهر اون دیگه فرجه سراغ فرمشهر اونجا میگه